بچه‌ها ما اینجا رفتیم کرم ابریشم ببینیم. خیلی کرماش باحال بودن. بعد بعضیا می اومدن از کرماشون کود می بردن. خب و ما اصلا کود نبردیم، ما فقط اومدیم نگاه کنیم. خیلی حال داد. الان هم صدا مرغ و خروسامونه. اصلا خیلی حال داد. و مثلا نازشون کردی احساس میکردی داری پنبه ناز میکنی. بعدش خیلی خوش گذشت. و اینا گفته بودن پیله وقتی میکنن اون تاری که میبندن، بعدش تو اون تارشون ما پیلهشون اون تارشون رو میگیریم و بقیه پیله رو پرت میکنیم یه جا دیگه، مثلا تو آشغالی، مثلا خودشونم شاید نگه دارم. بعدش تبدیل میشه به چی؟ اگه تونستی لایک رو بکوب، تو کامنت ها بنویس تونستم. تبدیل میشه به پروانه. خب و اون پروانه ها رو داخل یه توری میذارن اگه خودشون، و اون پروانه ها رو میفروشن. باورتون میشه برگام ریخته. بعد همینا رو همین کرما تبدیل به پروانه میشن و میفروشنشون.